سلام، من فاطمه جوان هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون یک کرم کلاژن ساز قوی معرفی کنم و روش مصرفش رو بهتون یاد بدم. کرم لیفتینگ ماساژوردار صورت و گردن لدورا یک محصول حرفه‌ای برای جوانسازی و لیفت صورت و گردن. سریع ماساژوردار این محصول اثرش رو چند برابر میکنه و گردش خون رو در پوستتون افزایش میده و در نهایت باعث میشه پوستتون سریعتر لیفت بشه. اگه بخوام ویژگی‌هاش رو خیلی خلاصه بهتون بگم، در این 6 ویژگی میتونم براتون خلاصه کنم. شماره 1 اینی که لیفت کننده سریع و سفت کننده پوست صورت هست. شماره 2 اینه که ضد چروک و صاف کننده پوسته. شماره 3 احیا کننده و بازسازی کننده پوست هم محسوب میشه. شماره 4 منافذ پوستتون رو میبنده و پوست رو یک دست رو صاف میکنه. شماره 5 محرک کلاژن سازی. همه میدونیم که از سن 25 سال به بالا پوست ما کلاژن تولید نمیکنه و این محصول یکی از محصولات خفنی هستش که کلاژن سازی رو در پوست تحریک میکنه. و شماره 6 مناسب برای انواع پوسته. البته اگر جوش‌های التهابی روی پوستتون دارین بهتره اول جوش‌هاتون رو درمان کنید و بعد از این کرم استفاده کنید. از این کرم افرادی که سن پوستی بالای 25 سال دارن میتونن استفاده کنن. البته یادتون باشه ممکنه شما سن بیشتر یا کمتری داشته باشین اما سن پوستی شما 25 سال باشه. بنابراین سن پوستیتون رو در نظر بگیرید و از این کرم لیفتینگ استفاده کنید. ترکیبات این کرم هم شامل فیلم اکسل هست که از جلبک دریایی گرفته شده، اوسیلیفت که از جوی دوسر گرفته شده، پروکولوان که حاوی پپتاید غنی شده از سویا هست و سیویت هرباسول که نوع جلبک دریاییه. قبل از مصرف کرم هم حتما پوستتون رو تمیز کنید. وابسته به نیاز پوستتون میتونید هفته‌ای 3 الی 4 بار و یا حتی روزی 1 الی 2 بار از این محصول استفاده کنید. پس نیاز پوستتون رو در نظر بگیرید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال من رو دنبال کنید و این ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید.